خب چرا خلق شدیم؟ چرا در دنیا الله تبارک و تعالی ما را آفریده؟ این آفرینش الله روی کدام هدف است؟ پروردگار می‌فرماید و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، شما را در تمام مراحل زندگیتان می‌آزماییم. گاه به نعمت‌ها صحتمندی دادیم، سلامتی دادیم، ثروت دادیم، مقام دادیم، علم دادیم، دانایی دادیم، شهرت دادیم، نعمت‌های فراوان رو به اختیار شما گذاشتیم. امتحان الهی است. گایم با مریضی‌ها، با مشکلات، با از دست دادن خانواده، فرزند، همسر، پدر و مادر، اقربا، همسایگان، اینا همه آزمایش الهی است. گاه قرضدار میشی، آزمایش الهی است. پس هدف از آفرینش ما و شما در دنیا به خاطر امتحان کردن است. ما دو قسم امتحان داریم. یک قسم امتحانی داریم که ممتحن یا امتحان گیرنده نمیداند نتیجه امتحان را، نمیفهمد. مانند انسان ها که در داخل دانشگاه ها و مکاتب و مدارس از شاگردانشان امتحان میگیرند، اونها نتیجه امتحان را نمیدانند. یک امتحان گیرنده است که نتیجه امتحان را هم میداند. او الله تبارک و تعالی است. میداند که همین انسانی که من امتحان میکنم از این امتحان چگونه بیرون میشود، کامیاب بیرون میشود، سعید میشود، قدم سعادت برمیدارد یا قدم شقاوت. الله میداند. پس امتحان گیرنده ما رب است که دانایی است به نتیجه امتحانی که از ما میگیرد. خب چرا میگیرد؟ سوال اینجاست. وقتی رب میداند که همین انسانی که از او امتحان بگیرم کامیاب میشود و همین انسانی که از او امتحان بگیرم ناکام میشود، چرا الله تبارک و تعالی از انسانها امتحان بگیرد؟ چون میداند نیازی به امتحان نیست. او خودش از غیب داناست. خدایی که آینده و گذشته انسان را خوب میداند. وقتی الله میداند که همین انسان قدم سعادت بر میدارد، چرا امتحان میگیرد؟ و میداند که فلان انسان خدای ناخواسته قدم شقاوت بر میدارد، چرا امتحان میگیرد؟ آیات قرآن عظیم شان بیان میکند که هدف اینه که خدا کو میداند. نکته جالبی است، ما هم خود را بشناسیم. تا زمانی که الله از ما امتحان نگیرد ما خود را درست نشناختیم. خدا میخواد خود ما را برای خود ما بشناساند. الله که دانا هست. اگر خداوند به اساس علم خودش فیصله کند و تو را برای خودت نشناساند، روز قیامت خواهی گفت خدایا چرا ما را به جهنم میبری؟ از ما که امتحان نگرفتی؟ خب خدا که میدانست در آینده تو چی میشوی، اما اونجا اتمام حجت برای تو نیست. روی این ملحوظ الله رب العزت و الجلال میخواد که ما را برای خود ما معرفی بکند. ما خیلی شعار میدیم در برابر مشکلات و مصائب، میگیم که صبر میکنیم، استقامت میکنیم. در برابر مریضی ها از الله تبارک و تعالی ناشکری نمی کنیم. اما الله میخواد ما را با ما معرفی کند. آیا واقعا این چنین است که با مریضی که به سراغ تو آمد، مشکلی که به سراغ تو آمد، دردی که به سراغ تو آمد، مورد امتحان الهی قرار گرفتی؟ آیا همون انسانی که به زبان شعار میدادی هستی یا نیستی؟ آنجا خود را میشناسیم که واقعا ما کی هستیم.